up, everyone? This is DJ Moin, host of the Tech Nice Show, and welcome to this year's exclusive Radio Javon Nowruz Mix. میخواستم عیدو به تک تکتون تبریک بگم. And once again, you're listening to RadioJavon.com. دوستان عزیز، درود به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینجور که در این سریز ویدیو دیدین، ما با دیجی موین از کالیفرنیا در مینیاپولیس یک مهمونی بسیار زیبا و خوبی داشتیم برای شب پیسام. ایشون از کالیفرنیا تشریف آوردن و تقریبا 2 روز و نیم با ما بودن. مخصوص عید نوروز برای پارتی پیسام اومدن، بچهای پیسام دعوتش کردن، خیلی ازشون ممنون هستیم و درباره این حضورشون در مینیاپولیس فیلم برداری کردیم ازشون و امشب دیگه شب آخری هستش. فردا دیجی موین داره برمیگرده به خونش به لس آنجلس و ما فقط خواستیم چند تا سوالی از ایشون بکنیم درباره موزیک، درباره زندگی نامش، درباره نصیحتایی که ممکنه جوانای خوب ما رو بکنه، کسایی که دنبال هنر و موزیک و اینا هستن. دیجی موین خیلی ممنون که اومدین و ممنون از شما. اگر وقت کنین فقط خودتون رو معرفی کنین، چند کلمه برای ما بگین و ما چند تا سوال از شما داریم. Salam Amin Jan, of course. Thank you so much. Thank you to Aju's show for having me with this interview, and thank you to PSUM for hosting this amazing event here at University of Minnesota. من موین هستم، DJ Moin. Some of you guys know me as DJ Moin. یکی از دیجی رادیو جوان هستم و از لس آنجلس اومدم به یه شهر خیلی سرد و خیلی بهم خوش گذشت. Thank you. میتونی درباره زندگیت در آمریکا برای ما تعریف کنیم؟ همونجور که با هم صحبت کردیم، مثل که در ایران به دنیا آمدی و قبلا ویرجینیا زندگی میکردی و مثل که بعد رفتی به کالیفرنیا. یکم درباره این زندگیت در آمریکا برای ما صحبت کن. خیلی از ایرانیای ما، مخصوصا جوانای ما، چندین جاهای آمریکا زندگی کردن با هم و کالیفرنیا بودن، ایست کوست بودن، وست کوست بودن و براشون ممکنه جالب باشه که ببینن مثلا راه مسیر زندگی تو چجوری بود. من وقتی که 10 سالم بود از ایران موو کردیم، خانواده‌ام اومدیم کالیفرنیا و یه مدتی اونجا زندگی کردم تا سن 18 سالگی و بعدش هم موو کردم اومدم به کالیفرنیا. کالیفرنیا قشنگ عاشق کالیفرنیا شدم، یعنی یکی از بهترین شهرهای یکی از بهترین استیت های دنیاست و یکی از ریزنایی که موو کردم که بتونم موزیک کریرم یه ذره پرسو بکنم، یه ذره بیشتر توی اندستری باشم، بتونم قشنگ میدونی قشنگ it's in the environment, Hollywood is there، میدونین تمام پارتی ها اصلا there is a good یه وایب خیلی خوبی داره کالیفرنیا. تعریف کنی واقعا کی وارد موزیک شدی؟ کی بود که در چه سنی بود که واقعا فهمیدی که میوزیک and arts و مخصوصا the DJ profession چیزی که واقعا میخوای برای you want to make it as a living and you're passionate about it؟ به نظر من آدم همیشه یه اینفلوئنسی تو زندگیش هست که این اینفلوئنس معمولا از طرف خانواده میاد. حالا هر چی باشه، اگه دکتر باشین، اگه مهندس باشین یا هر چی که شاعر باشین، هر چی که هست بیشتر از فامیلی میاد و من خودم اینو نمیدونستم، یعنی ریالایزش نکردم تا وقتی که رفتم توی شغل دیجی کردن که ریالایز کردم که برای چی من اصلا رفتم توی این شغل. یکی از بزرگترین اینفلوئنسام خواهرم بود. خواهرم یه لوکال دیجی بود at a radio station که من یادم اولین بار که رفتم دیدمش فکر کنم 14 سالم بود، 15 سالم بود و رفتم تو این اتاق و دیدم، گفتم واو این چیه، این چه خبره اینجا، میدونین. و بعد از این شروع کردم به دیجی کردن، میدونم پارتی خودم تو خونه، میدونی پیش دوستام، یه ذره اکسپریانس رو لرن کردم و بعضی مدتی دیگه دیدم it's inside me, it's in my I feel like it's part of me. میدونین وقتی دیجی میکنم هم خوشحال میشم، هم توی دنیای خودم هستم، میدونین. و یکی از بهترین شغلاست به خاطر اینکه هم خوشحال هستم، هم مردم رو همیشه تو خوشحالیشون میبینم. خیلی از جوابای دیگه نمیتونی همیشه مردم تو خوشحالی ببینی، تو گرفتاریاشون میبینی، اما من تونستم مردم تو خوشحالیشون ببینم و من
دیجی کردن رو در حدود 21 سالم بود I started taking it seriously. I took it seriously. I turned it into a business. At the same time, was having fun with it. دیگه الان خودم 28 سالم هست. So الان it's been a while that I've been doing this. و واقعا I love this, what I do, and I really owe it to my sister for introducing me to it, and also my father too. پدرم هم همیشه صفحه های رکورد داشت تو ایران بودیم، رکورد مایکل جکسون، you know, همیشه روی تیوی همیشه موزیک بود توی زندگی من. So یکی از این ریزونا بوده که من تونستم حالا همین جایی که کوچیکی که هستم به همین جا برسم. ممنون. یکی از دلایل محبوبی تو دیجی ماین اینه که با رادیو جوانم کار کردی و اکثر ایرانی‌های همونجور که اسمش میگه جوان خیلی واقعا این رادیو محبوبه. من خودم یکی هستم که رادیو جوان همیشه تو فیوریت هام هست تو کامپیوتر و خیلی آهنگاشو دوست دارم، اصلا برنامه‌شو دوست دارم، گوینده هاشو دوست دارم، دیجی هاشو دوست دارم و الان در حضور یکی از دیجی هاش هستیم. میتونی به ما بگی که چه جوری شد که اصلا اینوالو شدی با رادیو جوان و آینده رو با رادیو جوان چه جوری؟ من با رادیو جوان دسامبر 2011 بود که من برای یک کمپانی کار میکنم به اسم Fourth Dimension Entertainment توی لس آنجلس هستش و این دوتا با هم دیگه رادیو جوان و Fourth Dimension برنامه‌های کریسمس رو توی وگاس همیشه میندازن و این دفعه I was lucky enough که تونستم اونجا برم از طرف این کمپانی Fourth Dimension با آقای حامد هاشمی که اونر رادیو جوان هستش. با ایشون تونستم آشنا بشم و هیچی توی یه شب بود توی کلاب. وقتی ستمو زدم اومدم پایین، اومد با من شروع کرد حرف زدن. نمیشناختیم قبلا همدیگر اونجوری و گفت دوست دارم بیای توی رادیو جوان یه شو بذاری، پادکست بذاری، اسمش هم هست تک نایتس که دیگه I really owe it big time هم به حامد، هم رادیو جوان، هم تمام بچه‌هایی که make that organization move که هممون بتونیم به این موزیکایی که توی ایران هست، توی دبی در میاد، توی هر جای دنیا این همه آرتیست‌ها هستن اینقدر کار میکنن، تونستن که اینا رو مثلا بیارن توی سلفونمون، توی تلویزیونمون، you know, هر جا که هست. و الانم دیگه از اون به بعد I've been with them, I've DJ'd for them at their parties و مطمئنم هم جوونا دوستشون دارن، هم مادر پدر من بهش گوش میدن. So it's a wonderful radio station and I thank them. یه سوال داشتم درباره دیجی بودن in general. من خودم هاوس میوزیک، ترانس میوزیک خیلی دوست دارم. I'm a big fan of DJ Tiesto, DJ Armin van Buuren, DJ Oakenfold, DJ Van Dyke. What makes a DJ a Tiesto and another DJ basically a no-name if they have the same equipment, even if they know the same people and the same promoters? What is it that one guy turns out to be AVB and, you know, or Tiesto with, you know, in search of Sunrise 1, 2, 3, 4, 5, 6 and goes all around the world, and the other guy still has to struggle to pay for his rent? I always wanted to know that. خیلی سوال جالب و خوبیه. تا یه جایی فکر کنم فکراتش کردم، تا یه جایش هم هنوز خودم مطمئن نیستم. جایی که الان مثل گفتین تیستو، اینایی که دنس میوزیک هستن، به نظر من یکی از ریزنایی که اینا تونستن برسن به جایی که هستن به خاطر اینکه شوشونو بریم ببینین. You have to experience it. یعنی یه دفعه، یعنی اگه بتونین برین یکی از این دیجای بزرگ ببینین، just experience what they do, how they handle themselves on stage. میدونین چجوری crowd رو میگیرن تو دستشون تا اونجایی که میخوان، قشنگ میبرنشون بالا بعد میکوننشون رو زمین، بعد دوباره میبرنشون بالا. So مثل یه شاعر میمونه almost که یه شعر میگه یا یه داستان یکی داره مینویسه. So این دیجا تونستن با موزیک یه داستان بنویسن. میدونین اول میتونن ناراحتش کنن، میتونن خوشحالش بکنن، میتونن فانکیش بکنن. میدونین منم همین الان داشتم بالا تو هتلم بودم، آلترا میوزیک فستیوال داشتم لایو فیدش داشتم نگاه میکردم، تیستا هم داشت میزد و مردم واقعا انقدر داشتن حال میکردن. makes you want to be there. Practice is a big thing. ترانزیشن های مختلف از یه آهنگ به یه آهنگ دیگه رفتن،
کریتیو بودن که چجوری این دوتا آهنگ رو داریم به هم دیگه وصل میکنین. باید میک شور کنین که آهنگا همشون توی یکی هستن که دارن میکس میشن و چه ساعتی داری اون آهنگو میذاری، چه موقعی میذاری. یه آهنگی که مثلا ساعت 12 شب بذارین ساعت 9 شب میذاریش. اگه این کارو بکنین تمام انرژی ست از بین میره و باید بیلد اپش بکنین، میدونین. سو همینجوری هی یه ذره سریعتر قوی‌تر وکال بیاد تو، بدون وکال باشه. یکی دیگه هم اینه که اینسپیریشن، باید این اینسپیریشنشون از کجا میاد. هرچی هست بعضی موقع خودشون میرن مثلا یه جزیره دیگه فقط یه ست ضبط کنن، میدونین. و چجوری با هم دیگه کانکت میکنید بین آرتیست و کراود. That's the biggest thing in the world. که بتونی با کراود، با تک تک مردم که هستن باشون کانکت بکنی، همیشه نگاهشون بکنی، میدونین. همیشه تو چشمای مردم نگاه کنی ببینید داره بهشون خوش میگذره یا خوش نمیگذره. این یکی از بزرگترین چیزاست. Crowd control is the biggest thing in DJing and those guys have mastered. داریم به پایان اینترویومون میرسیم، نمیخوایم وقت دیجی معین عزیز رو زیادم بگیریم. من یه سوالی داشتم درباره نصیحتی که تو داری برای جوانای مخصوصا حالا ایرانی. من خیلی از بچهای ایرانی مخصوصا اینجا در مینیاپولیس هستن که عاشق موزیک هستن. دیجینگ اصولا it's a hip profession. Everybody wants to be a DJ. Because as he said, you know, you have the crowd, you see the crowd at their happiest. مردم خوشحالن میان که یه مهمونی خوبی برن، عاشق رقص هستن و همیشه هم اگر موزیک خوب باشه یکی میاد دست بهت میده، یکی به شونت میزنه، یکی تامز آپ بهت میده. و من خیلی از بچه‌ها رو اینجا میشناسم که این کارو شروع کردن. بعضیاشون واقعا خوبن، بعضیاشون فکر میکنن که خوبن، بعضیاشون واقعا آینده خوبی ممکنه داشته باشن. شاید منتظرن که مثلا با یه آدم درست آشنا بشن که شاید به جای بالاتر اونا رو برسونه. نصیحتت چیه معین جان برای این جوانایی که واقعا میخوان مثل تو وقتی در سن 20-21 سالگی فکر کردی که این کارو میخوای شروع کنی و الان به اینجا رسیدی که واقعا در اوج موفقیتت هستی؟ What would you say to them? Advice. دلم میخواد یکی باشه من یه ذره ادوایس هم بده درباره این موضوع. به نظر من be true to yourself. وقتی که دارین دیجی میکنین اون موزیکی که باش عشقشو داریم توی اون باشین. اگه if you like dance music, if you like hip hop، ایرانی دوست دارین، مثل خودم که من عاشق آهنگ ایرانی هستم and I love EDM music, electronic dance music. کلکشنتون رو بزرگ بکنین، همیشه گوش بدین به آهنگای مختلف، آهنگ مال هر جای دنیا باشه. هر جای دنیا یه تاچیو میتونه بیاره توی ستتون، میدونین. به این اینسپیریشنتون از کجا میاد. همیشه انرژیتون باید بالا باشه، همیشه باید یه کاری بکنین که مردم اون شب و هیچ وقت یادشون نره، میدونین. یه شبی که یه جا بودین هیچ وقت از بین نره اون شب. و به نظر من اگه بتونین یه جوری respectful باشین and be organized and be kind to everybody that's around you, the promoters, the crowd. همیشه این دو تا چیز باشه، همیشه you'll be successful in life. As far as DJing, whatever it is, I think that's my motto. Be organized, be respectful. If somebody bumps you at the DJ booth, you know, don't push them on the side. You know, imagine if it was you doing that to another DJ. همیشه خوشحال باشین, enjoy your work and be dedicated. Dedication یه چیزیه که بعضی موقع آدم میخواد مثلا امروز و فردا پرکتیس میکنی، 3 روز دیگه پرکتیس نمیکنه آدم. Every single day مطمئن باشین روزی که شما خونه نشستین دارین استراحت میکنین، اون دیجی که معروفه توی فستیوالا داره میزنه، اون الان خونه داره تمرین میکنه. So practice. It's just practice. مثل یه آرت میمونه، یعنی که آرتیه که خودم هم پرفکتش نکردم. از دیجی خیلی معروفی هم بپرسین خودش هم پرفکت نکرده، بخاطر اینکه هی بهتر میشین. و another thing is producing. آهنگای خودتون رو درست کنین، ریمیکس باشه، مشاپ باشه.
این خیلی مهمه توی دیجی کردن. من میتونم آهنگای خیلی از دیجی دیگر رو بذارم، اما اگه آهنگ خودم بره توی ست، آره هم ایرانی باشه، دنس میوزیک باشه، این یه سیکرته که همین دیجی های بزرگ طور دنیا دارن استفادهش میکنن با این پروگرام های بزرگی که هست، لاجیک، ایبلتون، پرو تولز، فروتی لوپس، you know, anything. آهنگ خودتون باشه، صدای خودتون باشه که وقتی که میبینن یه صدایی داره در میاد بگن oh این دیجی you know it's that DJ that's playing that sound. و practice, that's the only thing. The first thing I'm going to do when I go back, I'm going to start practicing. So that's it. I hope that helps you guys and thank you. فکر کنم یکی از بهترین نصیحت‌هایی بود که واقعا من شنیده بودم. I truly mean that. برای که خیلی کسایی که موفق میشن توی کاری در حدی دوست دارن کسای دیگر رو نصیحت کنن، ولی بعضی وقتا بالاخره شاید یک کمکی رزرو بذارن که اون موفقیت خودشون یکم در حد بالاتر بمونه، ولی بعدشون نمیاد که بقیه هم موفق بشن. ولی من واقعا این وایبی که از دیجی موین گرفتم حس میکنم که موین واقعا مردم دوسته، ایرانیا رو خیلی دوست داره، بچهای جوان ایرانی و هر کسی که واقعا توی این کار بخواد شروع بکنه و بخواد به طرف بالا بره و موفق بشه. من مطمئنم دیجی موین اولین کسی ممکنه باشه که حتی اون شخص رو کمک کنه، بهش سنگ بزنه، تا اکویپمنت هم بهش خرج بده و واقعا این باعث افتخار خیلی ما واقعا it's unbelievable. I'm so proud of you for that. آقا first of all this is St. Patrick's Day. You like my green shirt? We have the green books in the background. اینو ما نمیدونستیم، ما این ست دکوریشن نیست، ما همینجوری اومدیم اینجا نشستیم، کتابا سبز، منم یه تیشرت سبز پوشیدم. حالا غیر از شوخی گذشته ما اینجا in closing خیلی خیلی واقعا ازت متشکرم. تمام بچهای پیسام، تمام بچهای مینیاپولیس واقعا دوستت داریم و منتظریم که دوباره برگردی و یه خدافظی جنرالی با مینسوتا اگه دوست داری بکن و خیلی خیلی ازت ممنونم. موفق باشی. مرسی امین جان. Minnesota, پیسام، شوی آجیل of course for conducting this interview. که واقعا انقدر من لاو نشون دادین اینجا، انقدر هاسپیتالیتیتون عالی بود. شهرتون یه ذره سرده، من هی بهتون میگم اگه نیومدین اینجا میفهمی من چی دارم میگم. خیلی سرده اینجا. من 100% برمیگردم اگه دعوتم کنین. I would love to come back. یک سال پیشم میخواستم بیام اینجا اما unfortunately نشد. اما امسال وقتی بچه پیسام و من صحبت کردم من گفتم که من باید بیام اینجا، یعنی هر جور شده I have to come here and make this party happen. دیشبم خیلی بهمون خوش گذشت، ویدیوهاش حالا میبینین دیگه. مرسی که اگه منو فالو میکنین روی فیسبوک، اگه روی توییتر، هر جا که هستین، اینستاگرام، هر جا که هستین thank you. به خاطر اینکه اگه شما نباشین دیجی نیست، میدونین. So it's you guys that make my work enjoyable. So thank you guys for following me and sharing my word, sharing my music, and I hope you guys enjoy it, and I hope I can keep doing what I'm doing and make you guys happy and dance on the dance floor, And once again, thank you so much, Ajil and Pisam and this entire city of Minnesota, University of Minnesota. I feel like this is my town now. میدونین انقدر اینجا بهم خوش گذشت، هاسپیتالیتیتون حرف نداره and I can't wait to come back. Thank you. But I don't want your love. خب دوستان، به پایان میکس نوروزی رسیدیم. نوروز رو به تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو جوان تبریک میگم.